چرا آمریکا داره عمدن به اقتصاد خودش ضربه میزنه؟ یه تاکتیک قدیمی توی جنگ‌ها هست به اسم استراتژی زمین سوخته. توی این روش ارتش موقع عقب نشینی زمین‌های خودشون میسوزونه تا دشمن نتونه از منابعش استفاده کنه. حالا شده داستان آمریکا با سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ داره اقتصاد خودش رو تحت فشار میذاره. تورم بالا رفته، بازارها به هم ریختن، زنجیره تامین هم آسیب دیده. اما همه اینا یه هدف داره: مهار چین برای رشد اقتصادی به صادرات نیاز داره. آمریکا داره فضای صادراتی رو براش تنگ میکنه، حتی به قیمت آسیب دیدن خودش، چون هدف بزرگتره. نذاره چین تبدیل به ابرقدرت جهانی بشه. در این میون طلا طبق معمول سعودیه، چون سرمایه‌گذارا